جلسه دوم از بحث شارتکت ها رو داریم. ادامه میدیم با شارتکت پنجره پی پروژکتور. شما اگه پنجره رو نگه دارین روی کیبورد پی رو بزنین، همین منوی پروژکتور رو برای شما باز میکنن، میتونین ببینین و هر کدوم از این آپشن و یا تنظیمی که لازم داشتین انتخاب کنین. شارتکت بعدی که داریم چیه؟ پنجره تی. بین برنامه‌ای که روی تاسک بار پین شده باشه یک از اونها رو الان میتونید چیکار کنین؟ انتخاب کنین. نگاه، ما پنجره تی رو زدم، فعال شده، با کلیدهای جهت دارم جابجا میشم. خب همال اگه اینتر بزنم فتوشاپ باز میشه. شارتکت بعدی که دارم چیه؟ پنجره X اوپن منو رو از کجا باز میکنه؟ از این قسمت دسترسی شما را به بعضی از این آپشن ها آسان‌تر میکنه. این آپشن ها رو بعضیشون رو خواندین و بعضیشون رو قرار است که در جلسات آینده بخوانید که چی است. به طور مثال دیوایس منیجر، دیگه لازم نیست برید روی دیس پی سی راست کلیک کنید دیوایس منیجر پیدا کنید یا پاور آپشن. شارتکت بعدی Alt Tab چیکار میکنه؟ سویچ بیتوین اوپن ویندوز، یعنی بین پنجره‌های باز شده جابجا میشه. چجوری؟ من یک دونه اکسل هم باز میکنم، آلت نگه میدارم روی دست و تب میزنم. نگاه کنین تمام برنامه ها اینجا نمایش داده شده. هر کدوم از این برنامه ها رو که خواستین انتخاب کنین آلت ول نکنین، تب که میزنم نگاه جابجا میشه. خب الان میخواین نوتپد باز شه، میان روی نوتپد در حالت انتخاب میذارین، آلت ول میکنین. بین برنامه‌ای که باز شده باشه هر کدوم خواستین میتونه که از اونجا انتخاب کنه. برنامه یعنی شارتکت بعدی که داریم چیه؟ پنجره دی. پنجره دی چیکار میکنه؟ شو دسکتاپ، صفحه دسکتاپ برشون نشون میده. شما اگه هر چقدر پنجره اینجا باز داشته باشین همگی مینیمایز میشه به این حالت. خیلی سریع میتونید در اینجا منتقل بشین. اگه دوباره خودش بزنین همون پنجره‌ای که مینیمایز شده بود دوباره برمیگرده به حالت قبلیش، میتونه که باز بشه. شارتکت بعدی که داریم چیه؟ پنجره تب. چی کار میکنه؟ اوپن تاسک ویو، تاسک ویو رو برای ما باز میکنه. تاسک ویو جایی بود که ما میتونستیم چیکار کنیم؟ استوری یا تاریخچه از برنامه که باز داشتیم رو ببینیم، یا همون برنامه‌ای که باز هسته تا کاتگوری اول میاد، برنامه‌ای که قبلا باز کردیم تا کاتگوری بخش دوم میتونید را ببینیم، یا چندین تا دسکتاپ از اینجا بسازیم که اینا کامل کارکرد ایناش قبلا برای شما گفتیم. شارتکت بعدی چیه؟ پنجره ای. چی کار میکنه برای ما؟ اوپن دیس پی سی، دیس پی سی رو برای ما باز میکنه. همون کامپیوتر یا دیس پی سی که روشی با ماوس کلیک میکردین، سریعترین راه برای باز کردن. شارتکت بعدی که داریم چیه؟ کنترل شیفت اسکیپ. چیکار میکنه؟ اوپن تاسک منیجر، برنامه تاسک منیجر رو باز میکنه. شما اگه خواسته باشین از اینجا میتونین باز کنین، ولی اگه خواستین از روی کیبورد کنترل شیفت اسکیپ میزنین خیلی سریع برای شما باز میکنه و برنامه‌ای که لازم نداشتین یا که هنگ کرده بود بسته نمیشد از اینجا ببندین. میرم شارتکت بعدی چیه؟ پنجره آر. این چی کار میکنه؟ اوپن ران پروگرام، برنامه ران رو باز میکنه. برنامه ران برنامه کاربردیه که میتونه بعضی دستورالعمل‌ها رو برای ما چیکار کنه؟ انجام بده که با این بعداً آشنا میشیم بعد از اینکه از این شارتکت ها تمام شده.
گزینه بعدی کاربردی هسته، شارتکت چیه؟ کنترل آلت دیلیت. میتونی که این آپشن ها رو داریم و از این آپشن ها هم استفاده کنیم یا حتی پسورد سیستم از اینجا عوض کنیم. پنجره مثبت چیکار میکنه؟ مگنیفایر رو باز میکنه. همین که ما زوم میکنیم شما میبینین همین مگنیفایر انمیه. پنجره L سیستم قفل میکنه برای ما. خیلی سریع قفل شد، روش پسورد میذاره و کسی دیگه نمیتونه داشت دسترسی پیدا کنه. و آخرین شارتکت کنترل شیفت N چیکار میکنه؟ میک نیو فولدر، یک دونه فولدر یا پوشه خالی رو برای ما میسازه.